سه نوع آدم توی زندگیتون وجود داره. اولین نوع آدمای شبیه به برگ هستن. اینا کسایی که وارد زندگیتون میشن فقط برای یه فصل. اونا میان تا چیزی رو که نیاز دارن بگیرن و به محض اینکه هوا سرد بشه یا بادی توی زندگیت بوزه ناپدید میشن. دومین نوع آدمایی مثل شاخه هستن. اگرچه اونا قوی‌تر از برگ ها هستن، اما باید قبل از اینکه به اونا تکیه کنی اونا رو امتحان کنی. ممکنه چند فصل با تو بمونه، اما وقتی زندگیت سخت شد ترکت میکنه. و در نهایت افراد ریشه‌ای. این افراد خیلی مهمن، چون کار رو برای دیده شدن انجام نمیدن. تنها هدف اونا اینه که از تو حمایت کنن و به تو کمک کنن زندگی قوی و سالمتری داشته باشی. حتی اگه دوران سختی رو پشت سر بذاری، اونا تو رو نگه میدارن. اونا تو رو دوست دارن همینطور که هستی.